خدایا این منم، بنده ای که هر لحظه با تو حرف زدن میخواهم، بنده ای که بدون تو هیجم، بنده ای که هر رازم رو پنهان میکنم تا سر جانماز نشینم و با تو حرف گویم. زیرا نبود در این دنیا، نبود نفری که براش راز دل گویم، نبود نفری که رازم رو براش افشا کنم. Салом, дӯстонам, хуш омадед ба канал. ҳатман дар канал подписатсия кунед. хотиррасон кардани будам ки ин охирин видео бо ин качество аст. аз 5 май он тараф качествои видеороликҳо, картинка, музика, звук тамоман беҳтарин мешавад. моро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мост. خدایا این منم، نفری که درد دارم، نفری که آه و ناله دارم، نفری که هر لحظه ام با غم است و بدون تو تنهایم، تنهای به تنها. باز در نزدت اشک میریزم، باز در نزدت زی زندگی می نالم، زی سوز آدمی می نالم و می گریم. خدایا آخر این همه عذاب، این همه غم، درد، آه و ناله زیباری چیست؟ بگو چرا تقدیرم را پست و بلند آفریدی؟ میدونم راه زندگی همواری ندارد، ولی چرا اینقدر ناهموار است راه زندگی من؟ دنیایی که برام چنگور تنگ و تار است، پس چرا ناهموارش آفریدی آخر؟ در تاریکی راهی رفته کنم میتوانم، پس چرا امتحانی سختم کردی؟ بگو خدا جان، بگو آخر. لحظه از این غم ها آزادم کن، لحظه از این زنجیر غم و عذاب رهایم کن، تا لحظه در شادی ها باشم، در بهار زندگی باشم، تا لحظه سیر عالم رنگین کنم، تا ببینم که شادی چی است، تا درک کنم، تا ذره هم باشد غمم را از دلم بارون آرم. در زندگی همگان سیر و رازشان را برام میگفتند، برداشت میکردم و عاقبت درونم از غم دیگران پر شد. غم خود را چی کار کنم؟ غم خود را کجا بانم؟ نمیدانم. خدایا خداوندا، به کی گویم این سیری نهفتم را؟ به کی گویم این رازی نگفتم را؟ بگو برام آخر، بگو به تو گویم. یگانه نفری که رازی دلم رو میداند این تو هستی. زیرا زن با خبری چرا دوایم نمی کنی؟ چرا خدا جان؟ چرا؟ هر لحظه زی چشمانم اشک غم می ریزد. این اشک رو من نه چشمانم می ریزد، آه رو من نه وجودم می کشد، غم رو من نه دلم می بردارد. پس بگو من چی کار کنم؟ در چراهای زندگی حیران و نالان ماندم. به کجا رفتن، چی کار کردن و به کی رازی دلم را گفتنم را نمیدانم، واقعا نمیدانم. خدایا زی خطاگی هایی کردم سخت پشیمانم. خواهش میکنم برایم یک فرصت بده، برایم یک امتیاز بده. ولی صد افسوس که راه زندگی را دوباره برگردانده نمی شود تا خطاگی هایی کردم را بار دیگر اصلاح کنم. نمیدونم چی کار کنم. خدا جان، من از زندگی خستم. زندگی که برای دیگران رنگین است، برای من یک رنگ است. زندگی که برای دیگران زیبا است، برای من هیج است. زندگی که برای دیگران شادی می آورد، برای من بجز غم و ماتم دیگر چیزی نمی آورد. پس بگو چی کار کنم؟ نمیدونم. غمی که من دارم اگر به دیگری گویم شاید قوتی برداشت کردنش را نداشته باشد، ولی باور کن من که خستم، دیگر دلم برداشت ندارد، وجودم قوت ندارد، همه قوتم صرف شد. خدایا
برایم راه نشانده، برایم چیزی بگو، بگو آخی، بگو. من خستم، واقعا خستم. خدایا، خداوندا، از هر نفسی که کشیدم، از هر نگاهی که کردم، از هر محبتی که در دل جای کردم سخت پشیمانم. آنچنان پشیمانم که نمیدانم چگونه بار دیگر لحظه های گذشته را برگردانم تا این خطاگی های کردم را اصلاح کنم. خدایا، التجا میکنم، مرا بر من ببخش، مرا ببخش. همگان ز تو عمر دراز میطلبند، زیرا شادی دارند، رنگینی زندگی را دیدند و درک میکنند حیات را. ولی من چی؟ من عمر درازی غمخطی را چی کنم خدا جان؟ اگر در زندگی برایم یک لحظه حیات میدادی و با شادی میبود، من راضی بودم، من قناعت میکردم، من شاد میشدم از آن یک لحظه. ولی اگرچه 100 سال عمر بینم و با غم باشد، نمیخواهم چنین حیات را. زیرا یک لحظه هم برای من 100 سال است. یک لحظه با غم زیستن، یک لحظه با درد زیستن. باور کن دیگر وجودم طاقتی برداشت این همه رنج را ندارد. خدایا، خداوندا، این همه غم ها، این همه درد ها، این همه ساختن و با ساختن ها مرا بردن به سوی نامیدی ها، به قله نامراد ها بردن. میگویند پایان شب سیاه سفید است، ولی من در این راه تاریک زندگی روشنی را که نمی بینم. پس با امیدی چی زندگی کنم؟ با امیدی کی زندگی کنم خدا جان؟ نیست نفری که براش راز دل گویم، نیست نفری که براش این همه سیر دلم را افشا کنم. زیرا بجز خودم، بجز خودت به کسی باور ندارم در این دنیا، در این زمانه. پس چی کار کنم خدا جان؟ دردم رو به کی گویم تا لحظه از این بار وزین زندگی رها یابم؟ التجا می کنم خدایا، مرا از این قسمت تلخ نجات بده، از این غربت غم ها مرا برون کن. پابند غم و دردم مکن، زنجیر بندم مکن، در گرداب غم تلم مده. التجا می کنم. خستم، واقعا خستم. به گذشتم نظر می کنم، هیچ باورم نمی آید که سرگذشت من است. لحظه هایی را نگذراندم که پر از غم بودند، پر از درد بودند. فقط صبر کردم، صبری که لبریز می شد. پس چی کار کنم؟ بگو چی کار کنم؟ هر لحظه که با غم بود برام باز مشکلی می آورد. این چشمان با جز اشک غم بار اشک شادی رو ندیدن. خدایا، این خستگی ها تا به کی است؟ بگو خیر. اگر قلمی سرنوشت را برام میدادی، عمرم را خیلی کوتاه میکردم، ولی با شادی در میان گلزار چمنستان میکردم. ولی صد افسوس که عمرم دراز است و با غم است. هر نفسم با غم میگذرد، هر نگاهی که به این دنیا میکنم برام درد میآورد. پس بگو با کدام صبر زندگی کنم؟ نمیدانم، واقعا نمیدانم. از دل دیگران حرف زنم یا راز خودم رو افشا کنم؟ نمیدانم. به سیمای دیگران می نگرم، در سیمای همگان شادی می بینم، ولی هر وقتی که روبروی آینه خودم رو می نگرم حیران می شوم. چرا در چهره من شادی نیست؟ چرا خیر؟ چرا؟ خدایا، امتحان نمی کنی؟ بگو برام، بگو تا بدانم. امتحان نمی کنی یا اون همه خطاگی هایی که کردم انا سزای همانا است؟ بگو برام، التجا می کنم. بگو، صدایی کن، ندایی کن برام. بگو خدایا،
دانستن میخواهم از بحر چیست این همه عذاب کشیدن. اگر خطاگی هایی کردم باشد التجا میکنم برام امکانیت بده تا این همه خطاگی هایی کردم رو اصلاح کنم. خدایا خداوندا، در زندگی تهمت رو هم دیدم، عذابی که نکشیدم. در زندگی خطا هم کردم، چه جفایی که ندیدم. پس بگو چی کار کنم؟ نمیدانم. فقط یک مکان رو میخواهم، زیر خاک سرد، خاکی که امروز با همه گناه هایمان رو باز ما رو برداشت میکند. انا زیر همون خفتن میخواهم، اگرچه گناه هم باشد زیاد و چنین خواستن رو طلب کردم، ولی طلب میکنم. هر لحظه، هر دقیقه و هر ثانیه طلب میکنم. من نمیخواهم، عمری دراز نمیخواهم، نمیخواهم. اگر با این ترانه خود غم یکی رو کم کرده و غم دیگری رو دوباره کرده باشم، مرا بر من ببخشید. با احترامی بیاندازه